به نام خدا. سلام، مهندس سعید پورجمشید هستم با جلسه اول از آموزش ورد در خدمتتون هستم. توی این جلسه شروع تایپ رو خواهیم داشت و یه سری نکاتی که در مورد مباحث تایپ و نوشتن در ورد هستش رو با هم کار خواهیم کرد. برنامه ورد رو که باز بکنید برای نوشتن کافیه که روی بلانک داکیومنت، یعنی داکیومنت خالی و داکیومنتی که هیچ محتوایی داخلش نیست کلیک بکنید. دابل کلیک میکنید. صفحه‌ای که برای شما باز میشه شامل تب‌های مختلف یا سرتیترهای مختلفی هستش که داخل هر کدوم از این تب‌ها اصطلاحاً ابزارهای مختلفی وجود داره و شما میتونید با استفاده از این ابزار توی ورد شروع به نوشتن، طراحی یا ساخت جدول و حتی بروشورهای خیلی زیبایی بکنید. ما خب از تب هوم شروع خواهیم کرد. توی نوشتن ورد خب ما نیاز داریم که با توجه به اینکه زبانمون حالا فارسی هستش، نیاز داریم که این اشاره‌گرمون به سمت راست انتقال پیدا بکنه. ببینید این مکان نمایی که می‌بینید اینجا داره چشمک میزنه، داره به ما نشون میده که متن شما نوشتنش یا تایپش از این قسمت داره آغاز میشه. حالا من به عنوان مثال یه متنی رو می‌نویسم، می‌بینید که داره از سمت چپ شروع میشه که با توجه به اینکه ما زبانمون فارسی هستش، حالا اگر زبان انگلیسی خواستیم بنویسیم هیچ مشکلی نداره، اما با توجه به اینکه زبانمون انگلیسی هستش، زبانمون فارسی هستش، بهتره که ما از سمت راست شروع بکنیم. برای اینکه بخوایم از سمت راست شروع بکنیم دو تا گزینه وجود داره که میتونیم از قسمت هوم گزینه right to left رو کلیک بکنیم، یعنی که نوشته شما از سمت راست به چپ باشه. به محض اینکه من اینو کلیک بکنم میبینید که مکان نمای من به این ور انتقال پیدا میکنه. یا نه، یه کار دیگه هم میتونید بکنید، میتونید متن نوشته‌تون رو به سمت راست بیارید و میبینید که باز هم همین اتفاق افتاد. حالا من با همون اولی پیش خواهم رفت. میبینید که الان من اینجا به نام خدا که مینویسم از سمت راست برای من می‌نویسه. ما توی هر سطری میتونیم نوشته‌های خودمون رو، حالا من چیزای دیگه‌ای می‌نویسم فرق نمی‌کنه، میتونیم نقطه بزنیم سطرمون تموم بشه، بیایم پایین. به هر کدوم از اینا یک پاراگراف گفته میشه. میتونیم حتی اینتر بزنیم و چند تا جای خالی یا اسپیس ایجاد بکنیم، هیچ فرقی برای ما نداره. و حالا فرق سطر یا پاراگراف هم بعدا خدمتتون کامل توضیح خواهم داد. به این صورت حالا من همه اینا رو پاک میکنم و یه نوشته خیلی شکیل و مرتب رو میخوایم اینجا کار بکنیم. توی تب هوم، حالا ابزارهایی که کار میکنیم سعی میکنیم از تب هوم باشه. در طی جلسات آینده با تب‌های دیگه هم کار خواهیم کرد. خب فکر کنید که من میخوام حالا یه نامه بنویسم به یه اداره‌ای. خب ابتدا نیاز دارم که اولش یه حالا به نام خدا یه بسمه تعالی بنویسم. خب اگر نامه‌های اداری رو دیده باشید، مثلا بسمه تعالی وسط حضور داره، یعنی وسط هستش. بنابراین من با استفاده از این گزینه سنتر باید نوشته رو به سمت وسط بیارم. خب اینجا می‌نویسم به نام خدا. خب کافیه که اینتر بزنم یه مقدار بیاد، یعنی یه سطر بیاد پایین‌تر. حالا نامه‌های اداری هم باز اگر دیده باشید چندین سطر میاد پایین. حالا کاری به این ندارم. بعد از اینکه به نام خدا یا حالا بسم تعالی اینجا نوشته شد، نامه‌های اداری از سمت راست به چپ شروع میشه. خب من کافیه که دوباره این رو به سمت راست انتقال بدم. میخوام بنویسم که نامه از طرف کجا به کجا هستش. میخوام بنویسم که نامه به مثلا اداره آموزش و پرورش. فعلا دارم تایپ میکنم. حالا اینکه فونتاش به چه صورتی باشه، اندازه و سایزش رو چیکار بکنیم، اینا رو کامل توضیح میدم. اداره آموزش پرورش استان البرز مثلا. حالا از طرف کیه؟ از طرف مثلا دبیرستان دوره دوم
پسرانه مثلا میثاق، به این صورت. خب میام پایین تر، موضوع نامه، موضوع صدور گواهی پایان دوره مثلا. خب حالا توی هر سطر من یک پاراگراف ایجاد کردم و موضوعاتی رو داخلش نوشتم. حالا میخوام متن اصلی رو بنویسم. با سلام و احترام با توجه، حالا مثلا یه چند تا عنوان بنویسم فرق می‌کنه، با توجه به تکمیل مدارک دانش آموز، به فرض مثال سعید پورجمشید، به شماره ملی 0311 499، حالا مثلا یه همچین عدد، به شماره ملی فلان با توجه به تکمیل مدارک دانش آموز سعید پورجمشید، به شماره ملی فلان و شماره دانش آموزی فلان درخواست می شود گواهی پایان دوره ایشان را صادر نمایید. خب این متنش شد. حالا خب من یه چند خط باز میام پایین تر. این پایینش اگر دقت کرده باشین امضا معمولا توی این قسمت قرار میگیره، پس کافیه که من دوباره نوشته رو به سمت چپش بکنم. اینجا می‌نویسم تاریخ و امضای مدیر. خب این متن من آماده شد. حالا دقت کردین که متنایی که حالا ارسال میشه معمولا فونت‌های مختلف یا شکل نوشتاری‌های مختلفی داره. اول در مورد سایزش صحبت بکنیم. ببینید بچه‌ها، ما میتونیم در واقع سایز رو به این صورت تغییر بدیم. حالا برای تغییر دادن سایز، این که ما کدوم متن رو می‌خوایم در واقع تغییر بدیم، باید اون رو اول مارک بگیریم. مارکی به چه معنی هستش؟ مثلا من میتونم این قسمت رو مارک بگیرم. بنابراین هر تغییراتی که انجام میشه و هر موردی که هستش فقط روی این قسمتی که من مارک گرفتم اعمال میشه و انجام میشه. مارک گرفتم به چه صورتی هستش؟ کافیه که شما کلیک چپ ماوستون رو نگه دارید تا هر جایی که دوست دارید، حتی میتونید پایینم بیارید، بالا هم ببرید، هیچ فرقی نداره. همه کار میتونید باشه انجام بدید. میتونید مارک بگیرید و رها بکنید کلید چپ موس رو. یا نه اگر میخواید کل متن رو یعنی مارک بگیرید، از گزینه کنترل A همزمان استفاده میکنید و کل در واقع اون متن شما مارک گرفته میشه به این صورت. حالا من میخوام تکی این کار انجام بدم. اول یه سایز این رو بزرگ بکنم. برای بزرگ کردن سایز و ابزاری که وجود داره از قسمت فونت هستش. ما برای بزرگ کردن سایزمون از دو روش میتونیم استفاده بکنیم. یک، از اینا استفاده بکنیم که میبینید روش که کلیک بکنید هی داره بزرگتر میشه و این هی داره کوچیکتر میشه. یا میتونید این کار انجام بدید، روی این فلش به سمت پایین کلیک بکنید و اندازه مورد نظرتون رو اینجا انتخاب بکنید. حالا میبینید بعضی از عددا رو ممکنه داخلی نداشته باشه، مثلا 25 رو نداره یا 23 رو نداره. برای این کار کافیه که همینجا عدد مورد نظرتون رو تایپ بکنید و سپس گزینه اینتر رو بزنید. همون اعمال خواهد شد. حالا من به نام خدا رو با اندازه 23 نوشتم. خب اینجا یه مقدار این رو بزرگ بکنم، پس برای بزرگ کردنش به این صورت عمل میکنم. اینم یه مقدار بزرگ بکنم، اینم باز یه مقدار بزرگ بکنم. البته میتونید همه این کارا رو یک جا انجام، مثلا من اینو کلش رو میتونم بذارم
13 یه دفعه بزرگ می‌کنم، مثلا کلش رو بذارم 14 یه دفعه بزرگش میکنم. میتونید همه این کار یه دفعه انجام بدید. خب این از اندازه کوچیک بزرگ کردن متن بود که از طریق در واقع increase font size یا decrease font size میتونید انجام بدید، یا اینکه مستقیم عدد مورد نظرتون یا اون سایز مورد نظرتون رو تایپ بکنید و این سپاسگزاری اینتر رو بزنید. میخوام فونتش رو تغییر بدم، یعنی شکلش رو تغییر بدم. برای تغییر دادن فونت میتونید اون متن مورد نظرتون رو مارک بگیرید. حالا من کلش رو میخوام مارک بگیرم و فونت مورد نظر خودم رو از این قسمت انتخاب بکنم. فونت های فارسی معمولا با در واقع به این صورت هستن که حالا فونت های مختلفی رو شما میتونید از توی اینترنت روی کامپیوتر خودتون نصب بکنید و داشته باشید. فونت ها به این صورت هستش و میتونید روی هر کدوم که خواستید کلیک بکنید. خب معروف ترین فونتی که ما استفاده میکنیم فونت بنازنین هستش یا به کودک هستش استفاده میکنیم. اینا فونت های معروفی هستن که حالا بعداً با فونت های معروف دیگه هم آشنا خواهیم شد. فعلا من بنازنین رو انتخاب میکنم که معروف ترین فونت اون هستش. البته میتونید برای اینکه متنتون شکل های قشنگتری داشته باشه، حالا بعداً که بخوایم بروشور ایجاد بکنیم حتما از اینا استفاده میکنیم. مثلا یه قسمت رو این به نام خدا رو من به کودک بذارم، یا مثلا حتی ایران نستعلیق، یعنی فونت نستعلیق بذارم، بقیه رو مثلا فونت بنازنین بذارم، یا مثلا اینجا صدور گواهی پایان دوره رو متن یعنی فونت به کودک بذارم به این صورت که شکل و نمایی خیلی قشنگتری داشته باشه. پس اینم از تغییر سایز هستش. ابزارهای دیگه‌ای که توی این قسمت وجود داره من دونه دونه توضیح میدم. مثلا دیدید این قسمت پررنگ‌تر از این قسمت هستش. خب کافیه که روی گزینه بولد کلیک بکنید و این تبدیل به پررنگ بشه. میتونید دوباره همین کار رو انجام بدید، پررنگش بکنید. من یکی هم همین کار براش انجام بدم. اگر دوست ندارید پررنگ باشه دوباره میتونید روش کلیک بکنید و دوباره برگرده به حالت عادی. دیدید بچه‌ها مثلا بعضی از متن‌ها کج هستن، روی گزینه ایتالیک کلیک میکنید و متن تبدیل به کج میشه، دوباره میتونید برگردونید زیرش. خب گاهی اوقات دیدید که بعضی از زیر متن‌ها چی داره؟ خط داره. به این صورت میتونم روش کلیک بکنم، خط رو بردارم، خط رو اضافه بکنم و به این صورت. حالا من این موضوع رو پررنگ بذاریم بمونه، کاری باش نداریم. خب این از کارهای اولیه‌ای که میتونستیم روی متن رو ایجاد بکنیم. حالا من اینجا اینم یه مقدار پررنگ یا بزرگش بکنم. معمولا شماره ها توی نامه ها ما از اندازه بزرگ استفاده میکنیم. حالا مثلا کل شماره ملی به این صورت من بولدش بکنم و شماره دانش آموزی هم به همین صورت. خب این هم شماره دانش آموزی. از ابزارهای دیگه‌ای که وجود داره تغییر جلوه متن هستش. به عنوان مثلا این سلام با احترام رو نگاه بکنید. من میتونم شکلش رو تغییر بدم. ببینید مثلا میتونم این شکلیش بکنم که یه هایلایتی روش میندازه، اگه دقت بکنید آبیش بکنم با هایلایت، به این صورت بکنم. شکل‌های مختلفی داره، یا زیرش سایه بندازم، دورش خط داشته باشه، رنگ‌های مختلفی داشته باشه. اینا جلوه های مختلفی هستش که میتونیم برای، یا استایل های مختلفی هستش که میتونیم برای قشنگ کردن متن استفاده بکنیم یا نکنیم، فرقی نداره. گاهی اوقات ما میخوایم توی متنمون یک عبارتی رو هایلایت بکنیم یا رنگی بکنیم که کامل مشخص باشه. به عنوان مثلا من میخوام اینجا دانش آموز رو هایلایتش بکنم. میتونم از رنگ های مختلف این کار رو انجام بدم با هر رنگی که دوست دارم. به عنوان من اینجا زردش میکنم. حتی میتونید رنگ متنتون هم تغییر بدید. مثلا این گواهی صدور گواهی پایان دوره رو من میتونم رنگش رو تغییر بدم. رنگ های معروفی که هستش در این قسمت یا رنگ های استانداردی که هستش اینجا شما میتونید انتخاب بکنید. حتی میتونید با زدن این گزینه more color
رنگ‌های دیگه‌ای هم گزینه استاندارد رنگ‌های دیگه‌ای هم برای خودتون ایجاد بکنید یا حتی توناژش رو تغییر بدید. مثلا من توناژش رو یه مقدار روشن‌تر می‌کنم یا حتی میتونم تیره‌تر هم بکنم. می‌بینید یه مقدار تیره‌تر شد به این صورت. خب این از کارهایی بودش که ما توی بخش در واقع فونت، سایز، بزرگ کردن، کوچیک کردن، بولد کردن اصطلاحاً یعنی پررنگ کردن، ایتالیک کردن یعنی کچ کردن، آندرلاین یعنی متنی زیرش خط وجود داشته باشه، یا حتی میتونید روی یه متنی مثلا خط بزنید. مثلا این صادر نمایید رو من میتونم روی این کلیک بکنم و یه خط روش ایجاد بشه. حالا در مورد بقیه این امکانات بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما این یک شمای کلی از تایپ و کار با اندازه و سایز ها بود. خب امیدوارم که از جلسه اولمون لذت برده باشین. حتما بچه حواستون باشه که فایل هایی که ایجاد میکنید حتما ذخیره بکنید که برای ذخیره کردن از قسمت فایل گزینه سیو، اگر برای اولین بار هستش گزینه دیس کامپیوتر و اون محلی که میخواید ذخیره بکنید، حالا من اینجا اسمش هم میذارم جلسه 1 و با فرمت ورد داکیومنت این رو سیو میکنم و هر موقع که تغییراتی انجام دادید حتما گزینه سیو رو در این بالا کلیک بکنید یا گزینه کنترل اس رو بزنید که متنتون یا فایلتون طبق حالا تغییراتی که انجام دادید، آخرین تغییراتی که انجام دادید، ذخیره بمونه و از دست نره. چون گاهی اوقات ممکنه شما یه دفعه برق لپتاپتون قطع بشه و همه کارهایی که انجام دادید و همه تغییرات یا چیزهایی که درست کردین همگی از بین بره و دیگه بر نگرده. موفق باشین. خدا نگهدار.